توی قرن 21 زندگی سرعت عجیبی داره. احساس میکنی هر چقدر هم سریع باشی بازم به سرعت نیاز داری. هیچ کس دلیل این همه سرعت رو نمیدونه. هممون مثل آهویی که افتاده توی رودخونه و نمیتونه خودشو نجات بده. داریم مسیری رو میریم که نمیدونیم مقصدش کجاست. فقط داریم برای نیازهای اولیه انسانیمون تلاش میکنیم. خوراک، پوشاک، مسکن. نمیدونم دنیا عجیب شده یا ما عجیب دنیایی شدیم. پس هدف چی میشه؟ انگار خوابی، یه خواب مدت دار، خوابی که وقتی لحظه مرگمون میرسه تازه بیدار میشی. من دارم تلاش میکنم مشکل سرعت این مردم رو حل کنم. پویان 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 چرا اینجا خوابیدی؟ ساعت چنده؟ 9. نمیخوای بیدار شی؟ تو داری میری؟ آره عزیزم، برات صبحانه گذاشتم، بخور حتما. کاری نداری؟ مواظب خودت باش. باشه عزیزم، خداحافظ. خداحافظ. عادت هر روز صبح همه که روزنامه بخرم. اینجوری حس میکنم از دنیا عقب نمیمونم. تیتر مهمتر از متن خبر روزنامه ها و جدول هر روزنامه مهمتر از خبرهای تیتر شده. توجه نیچه به نحوه شکلگیری حقیقت سازی ها باعث شد روی تمامی ساختارهای اخلاقی و فرهنگی در خصوص خیر و شر و یا ارزش و ضد ارزش خط بطلان بکشه. در واقع باید بگم نیچه متفکریه که فلسفه خودشو اساساً صرف بازنمود حقیقت سازی اقتدار ایدئولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، آموزه‌های اخلاقی، خصوصاً مسیحیت و مدرنیته کرده. اما اینجا همینقدر بگم که به دلیل وجود همین اقتدار نهفته در آموزه‌های فرهنگی اجتماعی که نیچه توی فلسفه خودش از شک و بدگمانی نسبت به گزاره‌های رسمی روشی فلسفی می‌سازه. خیلی هم خوب. خسته نباشی. ممنون استاد. بفرمایید. برای امروز کافیه. دانشجویی که کنفرانس ندادن جلسه آینده فرصت آخر. آماده باشن که باید نمره ها رو تحویل آموزش بدن. خسته نباشید. باید از خودمون شروع کنیم. باید اولین چیزی که هر روز صبح میبینیم آینه باشه. وقتی خودمون رو بشناسیم اولین قدم رو برداشتیم. به قول گاندی هر تغییر و تحولی که برای جهان آرزو میکنی اول توی وجود خودت اون رو ایجاد کن. سلام. سلام. خسته نباشین. مرسی. زود اومدی امروز؟ این چیه؟ کتابخونه. گلدونه دیگه. میبینم گلدونه عزیزم. منظورم اینه که چرا خالیه؟ هنوز رشد نکرده گیاهش. بذره. گیاه زندگی میاره با خودش. تأکید دارد که عملیات ضد داعش گروه‌هایی که شبیه اینها هستند و منش
دستت درد نکنه. سر شما درد نکنه. چه خبر؟ خبری نیست. یعنی هستا. توی دنیا پر از خبره. من خبری ندارم. دانشگاه خوبه؟ آره. نمیخوای بپرسیم من چطورم؟ میخوام بپرسم. تا میبینمت میفهمم چطوری بهار جان. بگو ماشاءالله. ماشاءالله. پویان امروز یکی اومده بود دفتر. جالبه. میگفت از رفتارهای شوهرم خسته شدم. هر جا میخوایم بریم باید یکی از دوستاش با همون بیاد. میخوایم بریم سفر میگه یکی بیاد. چه میدونم میخوایم بریم شهر بازی میگه فلانی هم باید بیاد. انگار نه انگار منم هستم. میگفت من دوست دارم با شوهرم برم سفر، با هم دوتایی بریم بیرون، بریم بگردیم. چرا 1 ساعت داشت فقط از شوهرش میگفت. خب میگفتی دفعه بعد با شوهرش بیاد که حرفه اونم بشنویم. حتما یه چیزی هست. وگرنه کی حاضر خلوتشو با اومدن یه نفر دیگه به هم بزن. همین کارو کردن. خودش میگفت شوهرم رفیق بازه. شام چی بخوریم؟ فرق نمیکنه. هرچی خودت دوست داری. اون توضیحاتی که داشتی الان بگو برای دوستان. این چی؟ بد نیست؟ یه آبی داشتم خیلی خوب بود، پیداش نمی‌کنم. کجا رفتی؟ قهوه بذارم. بیا نظر آخرتو بده ببینم کدومو بپوشم. ایناهاش چطوره؟ قبلی بهتر نبود؟ این رنگش خیلی بهتره. صورتمو باز نشون میده. پس خوبه دیگه. اصلا خودتو چطور با یه نگاه میفهمی؟ خب با یه نگاه که از چهره آدم‌ها همه چیز مشخص نمیشه، کد میگیری. مثلا به نظرم چشما اولین و مهمترین نکته ها رو منتقل میکنن. فرم صورت هم مهمه. کشیدگی صورت یه تعریفی داره، گردی صورت یه تعریف دیگه. اصولا درونیات هر کس روی چهرهش تاثیر میذاره. فقط چهره نیست که. به نظر من طرز لباس پوشیدن هر کس، مثلا نوع انتخاب کفش هر کس میتونه به تو بگه طرف چه شخصیتی داره. غیر از اون یکم جدی‌تر ببین. او مریم راست میگه دیگه. لباس چیز عجیبیه لامصب. همزمان یه آدم لو لول رو میتونه بکنه یه آدم های لول. وایسا ببینم، یعنی لباسی که یه معلم میخره با لباسی که من کارمند میخرم به خاطر شغلم فرق داره؟ من قبول ندارم بهار. به نظر من چهره آدمون رو ذاتشون اثر میذاره. معلومه که همینه سارا، به خاطر اینکه انتخاباتون با هم دیگه متفاوته، چون هر کدومتون با نگاه خودتون به جامعه نگاه میکنید. انقدرم نه دیگه، مگه چقدر میتونه از مزون بیا بیرون مریم. میذاریم بفهمیم چی میخوریم. پویا ساکتی. نمیخوای چیزی بگی؟ فعلا میشنوم. میگم بهار من نگاهم از اون دوران کذایی دانشجویی با تو فرق داشت. یادت باشه تو میگفتی یونگ، من میگفتم مورفین. بابا خب بذار بگم. به نظر من شناخت روی چهره آدما نسبیه. نمیشه راحت در موردشون قضاوت کرد. من مورد داشتم یارو رو میدیدی میگفتی آرشیتکت برج میلاده، ولی دزد بود. اتفاقا بی سوادم بود. روانشناسی خطکشی کرده که این سوء تفاهم‌ها به وجود نیاد دیگه. تو اونو میگی، من با علم بهت ثابت میکنم یه سری کدا وجود داره که روی تیپیکال آدمو تاثیر میذاره. این ایدئولوژی هر فرده که روی ذات و درونیاتش اثر میذاره و در نهایت روی چهرهش. همتون دارین با شغل و تحصیلاتتون آدما رو قضاوت میکنین. همه چیز درونیه، ذاتیه. از درون به بیرون انتقال پیدا میکنه. ای بابا بس همش بس. واسه قیافه من بفهمم آدم بولیم. میگم میگی درسته شون یه ساعت روانیم کرده. درستم میشه این پویا؟ بله. مهران ساعت 11. بابا چه خبره حالا؟ تازه سر شبه. تازه میخوایم بازی کنیم تو همه 11. صبح مهمون نویدیم کله پاچه. مثل که ما فقط توی هفته یه جمعه داریم. این دوران نامزدی شما نمیخواد تموم شه؟ دوران شیرین نامزدی تموم میشه. بذار یه خود جمع و جور کنم خودمو. یه تایمی مشخص کنین دیگه. این فرشید انقدر دلگنده است. دلگنده که نویده. من چیکار دارم با تو؟
این مجموعی از مکعباست. داستان داره مکعب. حالا اگه فرصت شد فلسفه‌شو بابا براتون میگم. امشب و بی خیال فلسفه. حالا که موندیم مافیا بازی کنیم. آره راست خوبه. من دوست دارم. مافیا. مافیا. نه موسیقی رو موافقی؟ هستم. آقا این دفعه من نه شهروند میشم نه مافیا. گفته باشم. من میرم بخوابم. خسته نباشی. شب بخیر. جوهر اصلی اندیشه افلاطون تأکید بر نقش و جایگاه کلیدی دانشمندان، کارشناسان و متخصصان در اداره امور جامعه است. افلاطون به هدایت جامعه توسط نخبگان و آموزش دیدگان باوری عمیق داره و معتقده که حضور عوام که اسیر احساسات و روزمره گرایی‌اند شیرازه جامعه رو از بین میبره. لذا تأکید میکنه که قدرت واقعی باید در اختیار نخبگان باشه. استاد در مورد جامعه آرمانی افلاطون صحبت میکنی. جامعه‌ای که ما همه به عنوان اوتوپیا میشناسیمش. آیا به نظر شما این جامعه که فقط در حد یک نظریه است میتونه عینیت پیدا کنه؟ باور. هممون با باورهامون زندگیامونو میسازیم. دوست عزیز. یه کاریش میکنم حالا. نه نشسته. سارا سلام میرسونه. پویان حواسش نیست. آره باشه عزیزم، قربونت برم. به مهران سلام برسون. خداحافظ. خداحافظ. زودتر از فصل پیش بینی شده. متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. فردا چهارشنبه 12 آبان ماه سال 1394. مال تو نیست مامان. الان بگو بهت نمیاد. چی بهم نمیاد؟ بهش بگو مامانت اینا تو نیاورون اونا چی صدات میکنن؟ همه میگن الا، اونا میگن انده. بهش بگو جدی باش با من. نمیخوای چیزی بگی؟ چی بگم؟ نمیدونم. حس میکنم از یه چیزی ناراحتی. تو دانشگاه اتفاقی افتاده؟ نه. همه چی خوبه؟ با کارت مشکل داری؟ نه. با من چی؟ نه. فکرت درگیره ولی؟ ذهنم درگیر کلاس و دانشگاه و زندگی و جدول و میگفتی من آب میدادم بهش. خوابم نبرد. یه دقیقه بشین کارت دارم. مگه نمیخوای بخوابی؟ میخوابیم.
یه مدتی ذهنم درگیر طراحی یه جدول خاصه. جدول؟ یه جدول فلسفی. یه جدولی که بتونه آدمو از این فضای رخوت در بیاره. یه تلنگری باشه برای رسیدن به کمال. یه جورایی یه جدول با نگاه به فلسفه زندگی. باید سخت باشه. شکلش مثل جدولای دیگه است. یه جدول 15x15. ولی هم طراحیش سخته، هم حل کردنش. یه مدتی دارم فکر میکنم ما آدما زندگیمون مثل یه جدوله. خونه‌های عمودی افقی داره. وقتی شکست میخوریم یا پیشرفتی داریم، جوابمون میشه خونه‌های عمودی. وقتی هم زندگی روتین داریم، جوابا میشه خونه‌های افقی. فکر میکنم بتونه حالمو تغییر بده این جدول. من نفهمیدم. سوالات فلسفیان یا جوابات؟ من اینجام هنوز. نمیخوای بذاریش کنار اینو؟ بهار جان میل ندارم. نمیشه که آدم چند شب غذا میل نداشته باشه. شما بخور. پس منم نمیخورم. ای بابا چرا پروژهش میکنی؟ نمیخورم. خب الان پروژه نیست، نمیخورم. عزیزم این چه کاریه میکنی؟ بکش اومد. خب یه ساعت بذار کنار اینا. باش. امروز یه اتفاق جالب دیدم پویان. یه زن و شوهر اومده بودن دفتر. مرده میخواست طلاق بگیره، زنه میگفت من طلاق نمیدم. جالب بود برام. مرده حق طلاق داده بود به زنش. زنش هم میگفت من زندگیمو دوست دارم، شوهرمو دوست دارم، نمیخوام زندگیمو خراب کنم. حالا سر چی بحث داشتنم جالبه ها. مرده میگفت من از روز اول زندگی مشترک این خانمو توی آشپزخونه ندیدم. خودم باید ظرف بشورم، خودم باید غذا درست کنم. از صبحم تا 8 شب کار میکنم. کلا برعکس بودن.
کلی باهاشون حرف زدم تا قبول کردن یه مدت بیان مشاوره که بتونن تصمیم عاقلانه تری بگیرن. پویان، دارم با تو حرف میزنم. قهوه‌ت سرد شد. دست درد نکنه. با تو هم پویان. پویان. بله جانم. چرا به گلدونم اهمیت نمیدی؟ عزیزم همین چند روز پیش آب دادم بهش. خودت میگی چند روز پیش. گلدون آب میخواد، نور میخواد. حداقل صبح بیار بذارش جلوی پنجره. باشه عزیزم، میذارم. بابا زنگ زد امروز. به خاطر دانشگاه نرفتنت کلی عصبانی بود. عزیزم مگه غیر از اینه که دانشگاه میرم که تفکر خودم و از زبون یه عده به یه عده دیگه انتقال بدم؟ الان برم همین کارو میکنم، ولی دیگه نه برای یه عده، برای هر کسی که دنبالش میگرده. غذا سرد شد. نمیخورم عزیزم. بهار جان، خواب نمونی عزیزم. بهار جان، باشه یه قهوه‌ام درست کن که آدم ها توی لحظه های مختلف عکس العمل های مختلفی دارن. اختلاف بین آدم ها از همین عکس العمل های مختلف به وجود میاد. بهار، ترجیح میدم نباشم و ببینمت تا باشم و منو نبینی.
یه مدت میرم خونه بابا اینا. اینجوری بهتره. اگه این مدت جوری کمکم کرد برمیگردم. اگرم نکرد مراقب خودت باش. ترجیح میدم نباشم و ببینمت تا باشم و منو نبینی. مطمئنی همه چیز خوبه؟ آره. نمیخوای با من حرف بزنی؟ راجع به چی؟ نمیدونم. چیزی نیست که بگم بهار جان. از من ناراضی؟ نه. چرا باید ناراضی باشم؟ مطمئنی؟ آره عزیزم. چیزی توی زندگیمون کمه؟ نه. بعد 5 سال من میفهمم یه چیزایی رو. چون چیزی نیست تو فکر میکنی چیزی هست. بهار مراقب خودتونم باشم. خداحافظ. سلام پویان جان. خوبی بابا؟ نیستی خونه که باز؟ خانم انگاری نیستن. بهار چطوره؟ بازم به معرفت عروسم که یه حالی اما میپرسه. قبلانه اینقدر بی معرفت نبودی. یه زنگی میزدی حال ما رو میپرسیدی. اصلا چی کار داری میکنی که 3-4 هفته از دانشگاه نیومدی؟ بیا بشینیم یکم با هم اختلاط کنیم. پدر پسری خبر بده. پس به بهار سلام برسون. مراقب خودتونم باشین. سلام بهار. خوبی؟ چه عجب. سلام آقا پویان. سلام سارا جان. چه خبر؟ بابا شما کجایین؟ مهران هست؟ هموم پویان. میگی اومد به من زنگ بزنه؟ آره. بهار چطوره؟ بهار خوبه؟ گوشی رو بده باش صحبت کنم. نیست الان. نیست؟ روز تعطیلی کجاست پس؟ حمامه.
خونم همومه؟ باشه. مهران اومد میگم بهت زنگ بزنه. یادم نیست کجا، ولی شنیدم یکی میگفت مگه من چقدر عمر میکنم که 1/3 اونم خواب باشم. این یعنی میل به ترقی از همه چیز مهمتره. روزمرگی تفاوتی با خواب دائم نداره. باید حرکت کرد. مهم نیست کجای دنیا وایستادیم، مهم اینه که بندهای کفش ارادمون رو محکم کنیم تا هدف. کی فکرشو میکرد که ناپل اون یه روزی میشه ناپل اون؟ همین ناپل اون میگه همیشه پیروزی نصیب کسی میشه که بیشتر از همه استقامت داره. سلام. آقای زمانی سلام، حالتون چطوره؟ ای کجایی؟ خونه، روز تعطیل خدمت خانم و خانواده. تو کجایی؟ بحال خوبه؟ آره خونم. پاشیم بیاین اینجا. خب میشه تو بیای؟ چیزی شده؟ نه. میشه باور کنم حالت خوب نیست؟ میای؟ سارا رو چیکار کنم؟ مسیرهای مشترک رو بیایم با هم همسفر بشیم. اگر نیاز هست با وسیله نقلیه عمومی رفت آمد بکنیم این کار بکنیم و از بیرون آوردن وسایل نقلیه خودمون خودداری بکنیم. هر کدوممون میتونیم سهم داشته باشیم. سلام. سلام. حدسم درست بود. رفته خونه بابا تینا. ازم خواسته فعلا باهاش تماس نگیرم. اصلا میدونی داری چی کار میکنی؟ زندگی تو بکن، لذت تو ببر، مسافرت تو برو. بابا چند وقت این بدبخت تو یه مسافرت نبردی؟ اصلا کاری ندارم که خواهر منه. بابا زنت که هست آدمه. یه مسافرت سالی بابا یه شمال 4 ساعته تو نبردی این بیچاره رو. آدم باشه که. مانیفست نده مهران. برو لباس تو بپوش بریم بیرون یه چرخی بزنیم. شاید به اون قسمت مغزت که ازش استفاده نمی‌کنی یه هوایی بخوره. برو. حوصله بیرون رو ندارم. چند روز رفته؟ یه چند روزی میشه. دقیقا هم نمیدونی نه؟ برو لباس تو بپوش بریم. به منم بده. یادش بخیر پیرارسا. یادت تولد تو. همین جمع شدیم اینجا. سورپرایزت کردیم. آره یادمه. خوش گذشت. بعدش رفتیم والیبال بازی کردیم سر کله پاچه صبح. نوید مثل همیشه باق. چقدر عکس گرفتیم اونجا. نوید همه شکلک در میاد. میدونی چند تا زندگی توی تک تک خونه های این شهر جریان داره؟ قضاوت راجع به زندگی آدم ها از این فاصله دور کار سختیه. حتی اونی که تو اون پنت هاوس و تو اون برج زندگی میکنن رو نمیشه. کی میدونه توی تک تک این خونه ها کی داره به چی فکر میکنه؟ دنبال چی میگردی؟ اینکه آدما چطوری به زندگی نگاه میکنن. یه پرونده داشتم چند وقت پیش. مرد صبح از خواب بیدار میشه.
میبینه کیف پولش نیست، به زنش شک میکنه، تمام روز زنش رو زیر نظر میگیره، میبینه زنش مشکوک را میره، انگار میخواد یه چیزی ازش مخفی کنه. یواشکی با تلفن پچ میکنه، اونقدر از شکش مطمئن میشه که تصمیم میگیره بره زنش رو به خاطر دزدی طلاق بده. میره تو اتاق، متوجه میشه که پولش زیر تخت. میره دوباره زنش رو تحت نظر میگیره، میبینه زنش چقدر با عشق مشغول تمیز کردن خونه است. با تلفن که صحبت میکنه همش داره از شوهرش تعریف میکنه، با محبت زیاد با شوهرش رفتار میکنه. زندگی بی هدف مثل درخت بی ریشه میمونه. هر چقدر هم آب بریزی پاش سبز نمیشه. موفقیت هدف میخواد، ریشه میخواد و بعد از ریشه آبیاری. باید تمرکز کنم. پویان من دارم میرم، 10 دادگاه دارم. میای شب؟ فکر نکنم. خب به سارا هم بگو بیاد. اونو که میشناسی 10 باید بخوابه. تو بیا اونجا. مرسی. حالا با هم در تماسی. کاری نداری فعلا؟ ممنون. خداحافظ. خدا. اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه، نخواستم اینجوری بشه، این از بخت بد منه، قده دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز، چطور دلت اومد بری عاشق چشماتم منم. فنجون تو گذاشتی اینجا. خواستم قهوه بریزم. خب چرا نریختی؟ درگیر بودم.
برنامه فردا یادت نره؟ فردا؟ کوه 2 هفته پیش برنامه ریزی کردیم. میشه بزنیم برای یه وقت دیگه؟ سلام پویان خان زمانی. سلام. حالت چطوره جوان؟ خوبی ردیفی؟ چه خبر؟ چه عجب از این ورا؟ کجایی نوید؟ من همین دوره ورا یه برج جدید داریم میسازیم درگیرمونم. هیچی. به کارت. چی به کارت برس؟ بیا بریم نهارو با هم بزنیم. الان کجایی؟ هفته تیرم. منم هفته تیر پروژه‌ام. پس با همیم دیگه امروز دیگه. برنامه نداری که؟ کار تموم شد اگه دوست داشتی بیا خونه. خونه چیه؟ بیا بریم بیرون به یاد قدیم عشق کنیم. یه دوری هم بزنیم حال کنیم. میرم خونه، حوصله ندارم. تفریح کردن حوصله میخواد مگه؟ میخوام سورپرایزت. حوصله ندارم، میرم خونه. لوس نکن خودتو دیگه. تعارفی شدی یا؟ بچم. چطوری؟ دارم میرم دیگه. مردم اعصاب ندارن و چیزی شده؟ چه دمقی؟ اوه سیگار میکشی مگه تو؟ فندک داری؟ بزنیم پشم و پیلیا رو. بیا نگفتی؟ هیچی، همینطوری گفتم همدیگه رو ببینیم. عجب. بهار کجاست؟ بریم دنبال شما با هم بزنیم؟ بهار نیست. نیست؟ یعنی خونه نیست؟ آره. تابلوه با هم مشکل پیدا کرده. نه. اون رشته که تو شدی استادشو من ول کردم به خاطر همین چیزاش. میگم بعد مدت ها نگو تهنه شدی. اشکال نداره استاد زمانی، من رفیق همین روزام. الان میریم با هم اشغال. چی؟ سینما اشغال میدونی چیه؟ میریم الان با هم سینما اشغال. دعا کنیم برج جدید اوکی بشه. یه پول پله درست حسابی میاد دستم. مازراتی رو میخرم. میرم دم خونه‌شون. البته میدونم شاید منو ببینی زیاده اهمیتی نده، ولی میرم. وقتی اومد گازشو میگیرم میرم. بهششون میدم با من بودن میتونه چه چیزایی براش داشته باشه. الله. ببین تنها چیز به درد بخور اون دانشگاه تو و بچه خودمون بودی. جدی میگم. آخه من از این که ادامه ندادم راضیم. تو از این که ادامه دادی راضی؟ بچه که بودم عاشق فیلم بودم. نمیتونم دیگه تحملت کنم. تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست. یعنی من خودم نیستم. این سینوگراف عکس متحرک چه افاقه‌ای دارد؟ اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید.
اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه. بزرگتر که شدم میخواستم فیلمساز بشم. الان مشکلی ندارم با رشته، همه چی سر جاشه. بستنی میخوری؟ تو این سرما؟ تو سرما بستنی میچسبه دیگه. بستنی رو نگاه نمی کنم، میخورم. بخور، آب شو. بیای تو؟ نه خیلی خستم، صبحم کلی کار دارم. حالا میام دیگه، مزاحمت میشم استاد زمانی. به بهار سلام برسون. حواسم نبود آشقر کردی، هر موقع آشتی کردی سلام برسون. خداحافظ. حتی مرور خاطرات هم نمیتونه حالمو عوض کنه. میترسم به خاطر سرمایه روحم یخ بزنم با این همه حجم اطلاعات که توی مغزم رژه میره. کیه؟ باز کن. خیلی لذت بخش صدای کسی رو که مدت هاست نشنیدی بشنوی. انرژی نداشتت برمیگرده، ولی همیشه اونجوری که ما فکر میکنیم اتفاق نمیافته. سلام. سلام. خیلی وقت ازتون خبری نیست. به فرشید گفتم امروز حتما دیگه یه سر باید بریم پیششون. فرشید کو؟ دنبال جا پارکه. بهار کو؟ فکر کردم بهار اومده. بیرونه؟ نه. آره. یعنی چی؟ مشکلی پیش اومده؟ چرا نمیشینی؟ حدس میزدم یه خبرایی باشه. معلومه وقتی زن تو خونه نیست چه اتفاقایی میفته. نگاه کن. چیزی داری بخوری؟ غذا اینا؟ لامصب کوچه نیست که، پارکینگه. سلام. آقای پویان زمانی؟ خوبی؟ ریش گذاشتی چرا؟ بهار کو؟ قهوه میخورین؟ من درست میکنم. خودم درست میکنم. کجاست؟ مریم جان لطف میکنی برای منم با شیر درست کنی؟ واقعا؟ باشه. پویان میخوایی کم با هم حرف بزنیم؟ چیزی ندارم بگم. مطمئنی؟ ضعیف شدی؟ غذا میخوری؟ مهم نیست. من میرم یکم خرید کنم. چیزی میخوای؟ نمیخواد. این وضع زندگی نیست ها.
میشورم اونا. خیلی کثیفه اینجا. من میرم یه دوش میگیرم. نهار چی میخوری؟ نمیخورم. میخوای بریم یکم قدم بزنیم؟ نه. میخوای بگم بچه ها بیان؟ نه نمیدونم. کجایی تو؟ بیا بیرون بابا. خوبم. کاش خوب بودی. نمیخوای با بهار حرف بزنی؟ جواب نمیده. میخوای من باش صحبت کنم؟ نه. آقا اینجوری ادامه پیدا کنه صبح کله پاچه مهمونه من. آقا بذار بره پایین لااقل. آقا بعد دارم برنامه‌ریزی میکنم. من برم ظرفا رو بشورم. نمیخواد. میشورم خودم. آقا بس کنید این حرفای خال زنکی رو. پشین بریم یه دوری بزنیم، یک بادی هم بخوره به سر استاد زمانی. پشید. نشستیم بابا، چه کاریه حالا؟ نوید جون شما به خودت نگاه نکن، ما سردمون میشه. پویان چی میگه؟ یه موسیقی بذار فرشید. چقدر جای بهار خالیه عزیزم. چقدر دلم براش تنگ شده. سلام بهار. خیلی زمان گذشته. نمیخوای حرف بزنی؟ سلام. سلام بهار. خوبی؟ تو خوبی؟ چه خبر؟ هیچ. ریش گذاشتی؟ همینجوری. دانشگاه میری؟ فرصتشو نداشتم.
جدول تموم شد؟ نه هنوز. فکر نمی کنی اگه به جای جدول الان با بچت بازی میکردی ما اینجا هم دیگه رو نمیدیدی؟ نمیدونم. نمیخوای یکم به حرفم فکر کنی بعد جواب بدی که جواب من فقط یک کلمه نباشه؟ ما قبلا راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم. نتیجه اون صحبت شد این. مولانا خوبن؟ خوبه. میای تو؟ نه. دلم تنگ شده بود اومدم فقط ببینمت. تغییر همیشه دردناکه، مثل دوران بلوغ. وقتی فاصله میافته بینش یادت نمیاد چقدر درد کشیدی، فقط طعم لذتش رو تجربه میکنی. پویان این وضع زندگی نیست. زندگی تو بکن. نمیخوای با بهار حرف بزنی؟ تابلوه با هم مشکل پیدا کردی. معلومه وقتی زن تو خونه نیست چه اتفاقایی میفته. این ایدئولوژی هر فردی که روی ذات و درونیاتش اثر میذاره و در نهایت روی چهرهش. یه مدتی دارم فکر میکنم ماها آدم‌ها زندگی مثل یه جدوله. کی میدونه توی تک تک این خونه ها کی داره به چی فکر میکنه؟ همه چیز درونیه، ذاتیه، از درون به بیرون انتقال پیدا میکنه. آدم‌ها چطوری به زندگی نگاه میکنن؟ از زمانی که غیر از اینه که دانشگاه میرم که تفکر خودم از زبان یه عده به یه عده دیگه انتقال بدم. من برام همین کارو میکنم ولی دیگه نه برای یه عده، برای هر کسی که دنبالش میگرده. باور. هممون با باورهامون زندگی‌هامون میسازیم.
خودش کافیه. موفق بودن یه هنره. هر برج و آسمون خراشی اول فقط یه طرح بوده روی کاغذ. بیاین پرنده باشیم. به جای اهمیت دادن به شاخه ها اعتماد کردن به بال هامون رو یاد بگیریم. سلام. کجایی تو بابا؟ حالت خوبه؟ چشمات چقدر پف کرده؟ آره من خوبم. بهار برگشت خونه؟ نه هنوز. معلومه با زندگی چی کار داری میکنی پویان؟ زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی یعنی سهراب. تصویر درست سهراب میده. جدولت چی شد؟ بهش فکر نمی کنم. یعنی نمیتونم بهش فکر کنم. مطمئنی همه چی خوبه؟ من خوبم. این پیامر باقی مونده افکار و اعمال گذشته شماست. پس ببینید ما همواره داریم در همین باقی مونده افکار و اعمالی که در گذشته مرتکب اون شدیم زندگی میکنید. وقتی شما به حال و روز فعلیتون نگاه میکنید و خودتون رو بر مبنای اون تعریف میکنید، خودتون رو محکوم کردید به داشتن دقیقاً همین حال روز در آینده. هر آنچه ما هستیم نتیجه افکاری است که ما داشته ایم. خب حالا چه کاری میتونید انجام بدید که با اون شروع سلام. و زندگیتون خسته نباشید. من بهتون دو سه تا چیز میگم. شروع کنید به تهیه فهرستی از چیزایی که از داشتنشون شکرگزارید. با این شروع کنید چون این کار انرژیتون رو بالا میبره. شروع میکنه به تغییر دادن افکارتون. اگر قبل از این تمرین شما گرایش به زندگی مثل 4 فصل سال میمونه. هم بهار و تابستون داره، هم پاییز و زمستون. اگه بتونیم از پس سرمای زمستون بر بیایم، قطعاً میتونیم بهار رو با همه زیبایی‌هاش ببینیم. خسته نباشین. سلامت باشین. یخی هم داری؟ یخی هم داریم، موزی هم داریم. یه دونه از اون یخی‌ها بده. بفرما خدمت آقا یخی. بفرم. آقا جدید چی اومده؟ پذیرایی کنین از خودتون. چقدر تمیز شده اینجا. آره؟ دست دار نکنم. چه آهنگ خوبی. خوبه؟ آره. آقا من یه چیز بگم؟ نه. قشنگ شدی. دیگری شدی شیطون. آره؟ دیگر بود. یه پستی رو میخوندم تست جالبی بود. میگم ببینم کدومتون میتونید حل کنید. اول جوابشو بگو. سوال معما رو ول کنی. خود بگه. یه ضرب المثل هست که میگه هم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. الان کی پلنگ کی گوسفند؟ اصلا چه ربطی داشت؟ الان خوندم اینا. این دیگه چه طرز متحول شدنه. مهران عجیب نیست آقا، آدم شده. بده من حق بدین تعجب کنم. من گاوی دیدم یونجه را میفهمید. گاو میفهمید؟ من نشون میدیم. مهران جان سعدی هست. کجا داری؟ سرم شب تازه. شما که همیشه میگفتی کار داری. الان ندارم که. نداره که. پانتومیم بازی کنیم؟ پانتومیم. مافیا. حالا که هستیم پس مافیا. مافیا. دستو به حاشیه بکشید. نقاط تلاقی حروفی رو میسازه که ممکنه باعث شوک در زندگی هر کسی بشه. استاد ببخشید امروز قرار بود راجع به قرار رو ولش کن. دارم بهتون درس زندگی میدم. استاد
جسارتا میشه بگیری نظریه مربوط به کدوم فیلسوفه؟ خسته نباشین. سلامت باشی. پویان جان ببخشید بابا مزاحمت شدم. ماشینم هنوز تعمیرگاهه. این چه حرفیه بابا؟ وظیفمه. رسیدی من ماشین پیش شما بمونه، ماشینتون آماده شد میام میبرمش. نه بابا جون، امشب حاضره. بهار هنوز بر نگشته؟ نه هنوز. نمیخوای باهاش صحبت کنی؟ زمان فاصله‌ای که بینتون افتاده خیلی طولانی شده ها. رفتم دیدمش، باهاش صحبت کردم، حالش خوبه. به نگاهش احترام میذارم. نمیخوام تحت فشار بذارمش. چطوری مهران؟ کبابش هم خیلی خوبه. انصافا نونش حلاله. غذای خوب میده دست مردم. آره اینجا واقعا عالیه. ما 4 سالی میشه میایم اینجا. شما ناز میکنین نمیاین. دستتون درد نکنه. ممنون بابت دعوت. نوش جونه. اینطوری همین راحتی. حالا شالتون انتخاب کن. آبیه. آها خوبه. آها ببین نفس رو باید حبس کنی، قشنگ نگاه کنی بعد بزنی. الان دستم خوبه؟ الان دستت خوبه؟ بریم بزن. خیلی خوب بود که. گرفتی یارو؟ بلدی؟ نه. جدی میگی؟ خوب بود؟ خیلی خوب بود. دمت گرم بابا. آره آها. بیا بگی من خسته شدم. من خیلی بلد نیستم. حالا بازی کو یاد میگیری؟ کاری نداره، یاد میگیری. بیا وایسا. ببین. میندازی بالا، میزنی اینجوری. آها. مطمئنی بلد نیستی؟ از این که دست انداختم معذرت میخوام. که یه دفعه یه پیرمردی پرید وسط جاده. خواستم اونو جوانمردی نکنن که. آقا یوسفین چی میگه؟ اشتباه؟ کی تاوان این اشتباهو میده؟ ماشین رو داغون کردی که چی بشه؟ خب خانم هر اشتباهی یک تجربه است. تو به این میگی تجربه؟ خب انسان جایز الخطاست خانم. تو میدونی قیمت این ماشین چنده؟ قیمت؟ هم نمیذاره. جریان؟ زیاد مهم نیست. بخورش بریزم. باید حدس میزدم که چی؟ که عاشقم بشی. بمونه فصل خوبه قصه های عاشقانه، بمونه با تو بودم
قصری از گل با ترانه بمونه هم صدای لحظه های خواب و رویا، صدای پای بودن توی رگ‌هام، تو نفس‌هام. چه سخته بی تو رفتن، چه سخته بی تو موندن. نمیشه این جدایی باور من، وداع آخرین جدایی در کمینه، غروب لحظه های واپسینه. سلام. نمیخوای بهم خوش آمد بگی بعد این همه مدت اومدم خونم؟ خوش اومدی بهار. فکر نمی‌کردم اینجا اینقدر تمیز مونده باشه. خوبه. آفرین. انگاری اتفاقاتی افتاده. خوبه؟ من که نیستم خوب به خودت میرسی؟ نه همینجوری. خب تعریف کن ببینم چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ هیچی، مثل همیشه. جدول تموم شد؟ جدول؟ زندگی جدول نمیخواد. زندگی میخواد. قهوه میخوری؟ با بچه ها در ارتباط بودم. حالا تو از اینا میپرسیدم. واقعا؟ چرا از خودم نمیپرسیدی؟ به خاطر خودت. ازشون خواسته بودم پیشت باشم. عجب. پس بگو. نگو که نیومدم. اومدم ولی نگفتن. من خواستم نگم. جالب شد. بله. درسته نبودم ولی حواسم بهت بود. خوب شده.
میدونی چیه بهار؟ من فکر میکردم آدم ها توی زندگیشون توی جدول گیر کردن. با خودم میگفتم باید بتونن بهترین جوابو برای سوالای زندگیشون پیدا کنن. اون جدول رو طراحی میکردم که ثابت کنم کسی که بتونه کاملش کنه انسان کاملیه. ولی رسیدم به این که جدول زندگی هیچ کسی کامل نمیشه. میدونی چرا؟ چون مخلوق نمیتونه خالق باشه. کامل واقعی خالق مطلقه. توی قرن 21 زندگی سرعت عجیبی داره. وقتی از این سرعت عقب میمونی تازه متوجهش میشی. یکی از ابعاد دنیایی بودن دنیا زمان. نمیشه باهاش جنگید، نمیشه فراموشش کرد. باید همراهیش کرد، باید باورش کرد. سخت توی قفس بمونی وقتی در قفس باز باشه. درد همش نگات به زمین باشه و آسمون رو نبینی. تفاوت عقاب و کبک همینه. تفاوت اندیشه است. بیایم باور کنیم دلیل پرواز پر نیست. پریدن باور پرنده‌ایه که به پرواز فکر میکنه.